سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار هیئت وزارت زراعت از مرکز تحقیقاتی تضمین کیفیت محصولات زراعتی در روسیه، سفر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله به کشور ازبکستان و معافیت یک ماهه برای خرید نفت روسیه توسط آمریکا. امروز شنبه 29 ماه حمل سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: هیئت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان بر ریاست مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری این وزارت از مرکز تحقیقاتی تضمین کیفیت محصولات زراعتی و مالداری در روسیه بازدید کرد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که این هیئت در دیدار با مسئولان مرکز یاد شده درباره گسترش همکاری‌های تکنیکی، تقویت سیستم کنترل کیفیت و بلند بردن ظرفیت‌های لابراتواری گفتگو کرده است. شیخ عبدالرحمن منیر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در رأس یک هیئت راهی شهر سمرقند ازبکستان شد. وزارت امور داخله میگوید که این سفر با دعوت رسمی ازبکستان و به هدف اشتراک در نشست بین‌المللی تهدیدات بین‌المللی مواد مخدر انجام شده است. با گفته این وزارت قرار است این نشست در 20 ماه جاری میلادی با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی برگزار شود. وزارت امور داخله افزوده که هیئت مذکور دستاوردها، تلاش‌ها و برنامه‌های آینده امارت اسلامی افغانستان در راستای مبارزه با مواد مخدر را در این نشست ارائه خواهد کرد. مسئولان اتحادیه قالین کشور میگوید که در سال گذشته خورشیدی به ارزش 18 میلیون دلار آمریکایی 6000 تخته قالین و 4000 متر گلیم افغانستان به 37 کشور خارجی صادر شد. عبدالله رحمان قل رئیس این اتحادیه گفته که بیشترین این صادرات به آمریکا، ترکیه و کشورهای اروپایی انجام شده است. و گفته وی در حال حاضر پروسس قالین در داخل کشور انجام می شود و با افزایش روند پروسس برای حدود 50,000 نفر زمینه کار فراهم خواهد شد. و در آخر خبر وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیتی را تمدید کرده است که به کشورها اجازه می‌دهد نفت تحریم شده روسیه را از طریق دریا به حدود 1 ماه خریداری کند. هدف این تمدید معافیت افزایش عرضه نفت به دلیل اختلال جهانی ناشی از جنگ علیه ایران عنوان شده است. بر اساس اعلامیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، اجازه خرید نفت بارگیری شده روسیه در کشتی‌ها تا 16 می سال روان میلادی تمدید شده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.